وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. تعطیلات نوروز رو امیدوارم که به خیر و خوشی به پایان رسونده باشید و سالی خوب و پربرکت رو پیش رو داشته باشید. این 5مین ویدئوی من هست که در واقع در سال جدید شروع کردم در یوتیوب ویدئوهایی رو بیشتر با اهداف آموزشی و فرهنگی منتشر کنم. من سینا ایرانپور انرکی هستم و به عنوان روزنامه نگار سعی میکنم شما رو در قالب یک سری ویدئو با موضوعات مختلف روز جهان و البته با تنوع آشنا بکنم. موضوعی که توی این ویدیو میخوام بهش بپردازم شاید جذابترین و پرسرچ ترین موضوع در سرتاسر جهان باشه. هم به خوبی میشناسیمش، هم تجربهش کردیم، حداقل بزرگسالها تجربهش کردن و اما شاید کمتر به پشت پرده اقتصادی این موضوع پرداخته شده که چه جایگاهی در واقع در چرخه اقتصادی جهان داره. موضوع امشب اقتصاد پورن و یا در واقع اقتصاد سکس در جهان هست. من در 4 بخش سعی میکنم آماری که موجود هست، چون بخش زیادی از اونچه که در رابطه با اقتصاد سکس توی جهان وجود داره قابل استناد نیست و رسمی نیست، پس خیلیش واقعا تخمینه و قابل استناد به لحاظ رسمی نیستش و من میخوام یه تحلیلی در واقع روی این آمار داشته باشم که بیشتر با هم دیگه با این صنعت آشنا بشیم. کاری به جنبه اخلاقی این موضوع یا جنبه های روانشناختیش ندارم و صرفا میخوام به لحاظ اقتصادی این صنعت رو بهش بپردازم توی این ویدیو. پورن یا در واقع حالا اون چیزی که در قالب صنعت رشد پیدا کرده و مطرح شده و معروف شده، ما در قالب صنعت پورن، عنوان پورن رو در واقع براش به کار میبرن، میشناسیم و شاید برای خیلی از ماها این موضوع یک موضوع تابو باشه، کما اینکه هست در تمام دنیا و شاید در یک دهه اخیر تابو شکنی های زیادی صورت گرفته و اینکه به مرور آدم ها در سرتاسر دنیا پی به موضوعاتی بردن و با چالش هایی مواجه شدن و تصمیم گرفتن این چالش ها رو فریاد بزنن، بیان کنن و همین ها باعث شد که خب یه سری تابوها در مورد سکس شکسته بشه که این تابو شکنی ها چیز بدی هم نبوده و توی بلند مدت میتونه روی رفتار اجتماعی و خانوادگی افراد اثر مثبت هم داشته باشه. اما پشت پرده این تابو شکنی ها چیزی به اسم اقتصاد وجود داره و اون اقتصاد خیلی جنبه فرهنگی و جنبه روانشناختی سکس رو مد نظر قرار نداده، بلکه صرفاً به عنوان یک صنعت رشد کرده و پاسخگوی هیچ کس هم توی دنیا نیست و هر چقدر هم گذشته تونسته موانع رو هر روز از پیش پای خودش این صنعت برداره و گسترده تر و به هر حال بازتر عمل بکنه و به نقطه‌ای برسه که دیگه شما هر آنچه را که در رابطه با در رابطه با سکس بهش فکر بکنید، این صنعت در اختیار شما میگذره. روزگاری ما
سکس رو فقط در این قالب میدیدیم که خب یک عمل کاملا شخصی مربوط به حریم شخصی ماست و در خانه های ما و در پستوهای ما، در اتاق خواب ما این اتفاق رخ میداد. شناختی هم به اون شکل وجود نداشت و خیلی گنگ و پنهان بود و شاید بیشترین هدفی هم که در واقع وجود داشت در پس پرده سکس تولید نسل و بقای نسل بود که البته خب هنوز هم هست، اما دیگه فقط هدف تولید نسل نیستش. با توسعه علم روانشناسی خب ابعاد تازه‌ای از موضوع سکس دیده شد و عمق بیشتری پیدا کرد و به مرور این در میون عموم مردم هم گسترش پیدا کرد و باعث شد که از یک موضوع صرف خصوصی که در اتاق خواب خلاصه میشه خارج بشه و یه عده آدم‌های باهوش این رو به عنوان یک فرصت اقتصادی ببینن و تبدیلش کنن به مرور به یک صنعت فوق سودآور توی دنیا. سکس شاید بشه گفت که جزء قدیمی ترین مشاغل دنیاست و منحصر به یک دوره خاص نیست و از هر زمانی که بشر این نیاز رو درون خودش احساس کرده به احتمال زیاد خیلی طول نکشیده که خدمات دهنده‌ای هم در واقع وجود داشته یا شکل گرفته برای پاسخگویی به این نیاز. اگرچه دریافت پول به ازای سکس همچنان اخلاقی به نظر نمیرسه در تمام دنیا، حتی کشورهایی که به رسمیت شناختن و حتی قانونی کردند فحشا رو در کشور خودشون، اما با این همه هیچ کدوم از اینها باعث نشده که مانعی بر سر صنعت سکس باشه. ما امروز داریم در رابطه با صنعتی صحبت میکنیم که بیش از 300 میلیارد دلار گردش مالی داره در طول سال و من امشب توی 4 بخش به این عدد میپردازم. این عدد من فکر میکنم خیلی بزرگتر از این چیزی باشه که دارم اعلامش میکنم. این 300 میلیارد دلاری که دارم اشاره میکنم در 4 قالب در واقع در 4 شاخه اقتصادی مربوط به سکس هست. من فکر میکنم خیلی بیشتر از این هاست و من چون خیلی شاید میگم آمارهای دقیقی رو نمیشه توی این زمینه پیدا کرد و از اون طرف اینقدر گسترش پیدا کرده که باید بیایی شاخه شاخه شروع کنی اینها رو تحقیق کردن، چون دیگه صنعت سکس به 1-2 موضوع نمیپردازه و خیلی کالاها و خدمات تو حوزه سکس تعریف شده، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم. پس محاسبه این که گردش مالی صنعت سکس چقدر این مقدار دشواره و من این 300 میلیارد دلار رو من فکر میکنم خیلی بیش از این حرف هست. این 300 میلیارد دلار عددیه که تقریبا رسمیه و آماری که در واقع رسمی وجود داره که بخش زیادی از صنعت سکس و صنعت پرونو پنهان هست. خب اون قابل محاسبه نیست، قابل استناد هم نیستش. اما بیاییم یه مقدار بیشتر با این وضعیت و بخش‌های صنعت سکس توی دنیا آشنا بشیم.
من اول در رابطه با صنعت پورنوگرافی با شما صحبت میکنم که پورنوگرافی خب چیزیه که باز همه ماها باش آشنایی داریم و منظورمون از پورنوگرافی در واقع تولید محتوای مربوط به سکس هستش در انواع مدیاها، بیشتر در واقع مدیای تصویری که خیلی هم طی سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته و خود همین بخش یکی از ارکان صنعت سکس محسوب میشه. بخش دیگه که من بهش خواهم پرداخت و بخش اصلی در واقع صنعت سکس هست کارگران جنسی و در واقع فحشا هستش که بالاترین درآمد توی این بخش داره رخ میده و بعد از این موضوع ما در واقع سراغ اسباب بازی های جنسی خواهیم رفت و بعد از اون بخش پوشش و لباس های جنسی رو هم در واقع تفکیک کردم یا ما میتونستم ازش استخراج بکنم. مجموع این 4 بخش بیش از 300 میلیارد دلار گردش مالی رو در سال در واقع براش تخمین زدن. من منابع رو هم یکی به یک خدمتتون ارائه میکنم. ارزش صنعت پورنوگرافی امروز که دارم با شما صحبت میکنم، این آخرین آماریه که توی در واقع 9 ژانویه 2024 منتشر شده و مربوط به وبسایت gitnux.org هستش. 97 میلیارد دلار فقط و فقط گردش مالی پورنوگرافی در دنیاست و منظورمون از پورنوگرافی در واقع سایت های تولید کننده محتوا در زمینه سکس هستن که این پورنوگرافی فقط در امریکا سالانه 12 تا 14 میلیارد دلار گردش مالی داره و جالبه بدونید 35% از دانلودهای اینترنتی توی جهان 35% این درصد خیلی بزرگیه فقط و فقط منحصر به پورنوگرافی هست. 40 میلیون آمریکایی، حالا میشه گفت که بزرگترین بازار و تجارت پورنو توی دنیا در اختیار امریکا هستش و خب بخش زیادی از آمار هم مربوط به کشور امریکاست. 40 میلیون آمریکایی به صورت مستمر، یعنی حالا هر روز یا چند روز در هفته سایت های پورنو تماشا میکنن و 70% مردان 18 تا 24 ساله حداقل یک بار در ماه وبسایت های پورنو رو تماشا میکنن. گفتم 35% دانلودهای اینترنتی از دانلودهای اینترنتی توی جهان به پورنوگرافی اختصاص داره. جالبه بدونید بیش از 4,200,000 وبسایت پورنو توی دنیا وجود داره که این خودش 12% از کل وبسایت های دنیا رو به خودش اختصاص داده. یعنی فقط بخش پورنوگرافی در بستر اینترنت 12% از کل فضای اینترنتی رو به خودش اختصاص داده. و باز حالا یه مقایسه‌ای هم که وجود داشته، حدود 1.7% آمار شاید حالا مثلا بالایی به نظر نرسه ولی باز قابل توجه، حدود 1.7% از زنان بالغ در دوره‌ای از زندگیشون در صنعت پورنو فعالیت داشتن. این آمار به نوعی یه هشداری در واقع داره میده بابت وضعیت زنان که به هر حال توی مقطعی از زندگیشون خیلی از خانم‌ها ناچار بودن به سراغ در واقع پورنوگرافی برن. اما توی بخش رکن اصلی در واقع صنعت سکس قطعاً
کارگران جنسی هستن، کسانی که خدمات دهنده در واقع این موضوع هستن توی جهان، که خب توی سالهای گذشته هم در رابطه با زندگی اینها مستندهای زیادی تهیه و تولید شده و شاید خیلی هاش هم نگاه خیلی واقع گرایانه‌ای به زندگی در واقع روسپی ها نداشته. جالبه بدونید که توی باز آماری که همین سال ژانویه 2024 منتشر شده و مربوط به سایت سکشوال آلفا هستش، درآمد روسپیگری در جهان 186 میلیارد دلار بوده. این آمار مال ژانویه 2024 سایت سکشوال آلفا و میاد میگه که 186 میلیارد دلار در واقع ارزش بازار روسپیگری توی جهان هست و تخمین زده بین 40 تا 42 میلیون نفر توی جهان، چه زن و چه مرد، به عنوان روسپی دارن فعالیت میکنن. از این جمعیت 8 میلیاردی جهان 40 تا 42 میلیون نفرشون در به عنوان یک روسپی، حالا فاحشه یا هر عنوان دیگه‌ای که کارگر جنسی داره توی دنیا فعالیت میکنه. به طب نقش جمعیت کشورها توی آمار روسپی ها قابل مشاهده هستش. بالاترین آمار روسپی توی دنیا متعلق به کشور چین هست. 73 میلیارد دلار در واقع گردش مالی این بازار بوده. رتبه دوم مربوط به اسپانیاست. من دارم رتبه بندی ارزش بازارهای روسپی ها رو اعلام میکنم. رتبه اول چین 73 میلیارد دلار، اسپانیا رتبه دوم رو داشته 26.5 میلیارد دلار، ژاپن 24 میلیارد دلار، چهارم آلمان بوده 18 میلیارد دلار و پنجم امریکا بوده 14.6 میلیارد دلار. بعد رتبه ششم کره جنوبی بوده 12 میلیارد دلار، رتبه هفتم هند بوده 8.6 میلیارد دلار، 8 تایلند بوده 6.7 میلیارد دلار، فیلیپین رتبه نهم رو داشته 6 میلیارد دلار و رتبه دهم کشور ترکیه بوده 6 میلیارد دلار، رتبه 11 هم کشور سوئیس بوده 3.5 میلیارد دلار و رتبه 12 هم کشور اندونزی 2 میلیارد و 200 بالای 2 میلیارد دلار در واقع. که این 12 تا کشور اگه شما دقت بکنی، خب کشور ترکیه، اندونزی و فیلیپین کشورهای در واقع مسلمانی هم هستن، ولی خب این آمار رو به خودشون اختصاص دادن و بعد از اندونزی هم تایوان، اوکراین، بلغارستان، انگلستان و هلند تو جایگاه‌های بعدی قرار گرفتن. و نکته جالبی که حالا بین این کشورهایی که اسم بردم، فکر کنم 18 رتبه رو من بهش اشاره کردم، کشور آلمان و هلند صنعت روسپیگری تو این دو تا کشور قانونیه. این حتی خود امریکا هم صنعت روسپی قانونی نیستش و آمار زیادی هم در رابطه با جرم انگاری در رابطه با روسپیگری توی امریکا وجود داره و خب خیلی هم باش برخورد داره میشه. 80% روسپی ها زن هستن، از اون 40 تا 42 میلیون نفری که بهشون اشاره کردم در سرتاسر جهان 80%شون خانم هستن که از این 80% 75%شون بین 13 تا 25 سال در واقع سن دارن. این آمار ماره در واقع نشریه لوفیگارو هستش و سال 2012 منتشر شده. در رابطه با اون جرم‌انگاری روسپیگری توی امریکا هم 97% افرادی که توی امریکا به دلیل خرید روسپی دستگیر میشن
مرد هستن و سالانه 70 تا 80 هزار نفر به دلیل تنفروشی در امریکا دستگیر میشن که آمار قابل توجهی هستش. بیشترین تعداد روسبی، اون در واقع ارزش مالی بازارها بود که من بهش اشاره کردم که چین در رتبه اول قرار داشت، اما بیشترین تعداد روسبی رو در کشورهای مختلف، آماری که تا سال 2013 در واقع وجود داره، رتبه اول مال برزیل هست 1,400,000 نفر، رتبه دوم نیجریه است 874,000 نفر، رتبه سوم هند هست 657,000 نفر، رتبه چهارم کنگو هست 350,000 نفر، رتبه پنجم اندونزی است 278,000 نفر، رتبه ششم کلمبیا هست 248,000 نفر. ایران هم خب آمار که میگم مستندی نیستش، تخمینیه. توی ایران رتبه 17 توی جهان داشته، 138,000 نفر در زمینه روسبیگری دارن فعالیت میکنن توی ایران و تردیدی هم نیست که خب درآمد قابل توجهی داره این بخش، همونطور که خب اشاره هم کردم 186 میلیارد دلار بالاترین درآمد صنعت سکس توی دنیا مربوط به همین بخش در واقع کارگران جنسی هستش که خب حالا خیلی هم این اعتقاد دارن که خب نه اینا تو شرایط خوبی نیستن به لحاظ مالی. این خیلی شاید با واقعیت جور در نیاد، شاید چون حالا گزارش هایی رو که من میخوندم خیلی از اینها به عنوان شغل دوم دارن در صنعت سکس فعالیت میکنن و جالب بدونید که متوسط درآمد یک کارگر جنسی توی دنیا 18,000 دلاره. 18,000 دلار حد اقل درآمد هست، اشتباه نشه، حد اقل درآمد 18,000 دلار در سال هستش که مردان مثلا 10,000 دلار، زنان 20,000 دلار، زنان 2 برابر مردا تو این زمینه در واقع درآمد دارن و حد اقل قیمت یک ساعت خدمات کارگران جنسی هم سال 2009 100 دلار بوده که خب این خیلی تغییر چندانی نداشته. الان هم حالا آمار دقیقی بابتش وجود نداشته ولی فکر میکنم تغییر چندانی نکرده باشه این عدد 100 دلار خدمات یک ساعت، اگرچه تو کشورهای مختلف این فرق میکنه. توی استرالیا 350 دلار برای هر ساعت، آلمان 350 دلار و سنگاپور 350 دلار و انگلستان هم همینطور 350 دلار. اینها مثلا عددهای بزرگتری رو داشتن نسبت به سایر کشورها. همطور که دارید نگاه میکنید آمار گویای یک صنعت فوق‌العاده بزرگه که بی نهایت هم قابل توسعه است. وقتی داریم میگیم بی نهایت قابل توسعه است یعنی هر روز داره یک شاخه جدیدی هم بهش اضافه میشه. اینجور نیست که فقط داریم میگیم صنعت سکس فقط یک موضوع هست و به اتاق خواب ختم میشه و تمام میشه. نه، سکس تبدیل شده به یک چرخه اقتصادی فوق‌العاده بزرگ با شاخه های متعدد که این شاخه ها هر کدوم دارن یه بخش تازه‌ای رو به این صنعت اضافه میکنن و به قولی کارآفرینی میکنن توی این بخش. و فقط این نیست که حالا فقط یک کارگر جنسی وجود داشته باشه، یک سایت پورنوگرافی وجود داشته باشه، نه، این به جهت کالاهایی که داره تو این حوزه تولید میشه که خب ساده ترین کالایی که تو حوزه در واقع سکس قابل تعریف هم میشناسن کاندومه. شما حالا
از لباس زیر بگیرید که چقدر تنوع داره، اسباب بازی های در واقع سکسی که توی دنیا وجود داره که خودش اصلا تنوع خیلی گسترده‌ای داره، عطر و ادکلان هایی که توی این حوزه خاص در واقع روابط جنسی داره تولید میشه. اینها و همینطور بیشتر از همه چیزی که داره باعث توسعه صنعت سکس میشه فعالیت‌های فرهنگیه که داره، حالا در واقع باید بگیم ضد فرهنگی. دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که برای توسعه اقتصادی، این دیدگاه شخصی منه، ممنوعیت‌ها کمکی به اقتصاد جهان نمی‌کنه. بنابراین داریم می‌بینیم که طی این سال‌های گذشته هم مثلا اولین اتفاقی که توی این حوزه افتاد، مثلا مصرف مواد مخدر رو به صورت محدود اومدن آزاد کردن که خب باعث شد مثلا الان تو فکر کنم هفته گذشته با خود آلمان اصلا محدودیت مصرف ماریجوانا رو آزاد کرد به طور کامل، یعنی اون محدودیتی هم که داشت برداشتن. تو خب خیلی از کشورهای اروپایی مصرفش آزاد در واقع شده و یا با محدودیت‌های کم دارن اجراش میکنن و قانونیه. چرا؟ چون میخواد دولت ازش مالیات کسب بکنه. این رو توی صنعت سکس هم شما باش مواجه هستین دیگه. این شما فقط یه موقعی میگفتیم خب یه افراد همجنسگرا هستن، افراد دگر جنسگرا هستن. من یه موقعی داشتم در رابطه با اینو مطالعه می‌کردم، دیدم الان شاخه هایی که در رابطه با تمایلات جنسی وجود داره خودش اصلا 6-7 شاخه شده و واژگان تخصصی دارن هر کدوم. مثلا برام عجیب بود، یعنی شما باید وقتی اون اصلا نمیدونی چیه این، تا اون واژه رو نری در موردش سرچ نکنی، مطالعه نکنی، اصلا نمیدونی منظور این چیه، الان داره چی رو میگه. ولی شاخه های متعددی تعریف شده. خب سکس تبدیل شده به یک رشته دانشگاهی، یک فیلد دانشگاهی و یک شاخه تخصصی تو حوزه روانشناسی و روانپزشکی هستش و به هیچ عنوان هم محدودیت نمیذارن براش دیگه. یعنی اگر یه روزی مسئله همجنسگرایی تابو بوده، الان میاد قانونیش میکنه و اکثر کشورهای غیر اسلامی دیگه کاملا قانونیه. حتی ازدواج همجنسگراها هم قانونیه و حالا همجنسگرایی، بعد میبینی که همجنسگرایی تازه شروع ماجرا بوده، سایر تمایلات هم دارن بهش اضافه میکنن و از این حرکت کاملا دفاع میشه. یعنی تمامی فعالیت‌های اجتماعی گروهی که تو حوزه حمایت از در واقع اقلیت‌های جنسی وجود داره رو به افزایش و هر روز یک گروه جدید، یک نهاد غیر انتفاعی جدید شکل میگیره برای حمایت از این اقلیت‌ها و این اقلیت‌ها کم کم دارن به مرحله اکثریت‌ها میرسن و میگم شاخه های جدیدی رو ما داریم مشاهده میکنیم. من فکر میکنم بخش زیادی از این شکل‌گیری ها، بخش زیادی از این رفع ممنوعیت ها و این آزادی ها برمیگرده به این که اقتصاد برای اینکه تداوم پیدا بکنه چاره‌ای نداره جز این که در واقع این آزادی رو بده به آدم ها و ما نمیتونیم جلوش رو بگیریم. دولت ها هم به این نتیجه رسیدن که خب جلوش رو نگیریم. اما میدونی اتفاق بده چیه؟ یعنی چرخه اقتصادی به نظر من هیچ اشکالی نداره ها. این چرخه اقتصادی با همه حالا دیدگاه های متفاوتی که وجود داره، من اصلا نمیخوام وارد جنبه اخلاقی و روانشناسیش بشم. میخوام بگم که آقا یه چرخه اقتصادیه، یک صنعت، اوکی، خیلی هم خوب داره میره جلو. مشکل کجا پیش میاد؟ به اندازه‌ای که
این صنعت داره رشد میکنه، به همون اندازه دانش و آگاهی به مردم افزایش پیدا نمیکنه. این چالش اصلیه که ما خب توی جامعه باش مواجه میشیم. یعنی صنعت داره صنعت پولسازی رو به رشد هست، هیچی. یعنی شما درآمد که رو به افزایشه و تو دوره کووید که اصلا این درآمد خب خیلی بیشتر هم رشد کرد تو بخش پورنوگرافی و فروش اسباب بازی های جنسی. شما اصلا یه رشد چشمگیری رو باش مواجه بوده صنعت سکس. این رشده و این درآمدزاییه که دولت‌ها در واقع ازش دارن مالیات میگیرن، از اون طرف اینقدر تأثیر در بخش فرهنگسازی و آموزش به مردم، کودکان و نوجوانان نداشته. یعنی بخش ظاهری سکس همچنان جلوی چشم مردم جهان وجود داره و کسی نسبت به سکس دانش عمیقی نداره. آگاهی مردم نسبت به سکس همچنان پایین نگه داشته شده. انواع روش ها و انواع مدل های سکس، انواع تمایلات جنسی، انواع چه میدونم روش های ارگازم طراحی شده، داره در قالب فیلم ها، ویدیو ها، پادکست ها، داستان ها و کتاب ها منتشر داره میشه. انواع در واقع جنسیت ها داره تعریف میشه و بهشون آزادی هم داده میشه. من اصلا مخالف با دوره آزادی گرایش جنسی نیستم. من میگم همه پذیرفته، چون میگم مثلا تخصصم این نیست که بخوام در رابطه با مسائل روانشناسی و روانشناختیشون صحبت بکنم که حالا بیماری هست نیست، که به هر حال دنیا پذیرفته، که بخش زیادی از کشورهای دنیا پذیرفته که اسمشو بیماری نذاره و بگه این کاملا قانونیه، کاملا طبیعی، ذاتیه. اوکی، همه اینو درست. اما در بخش آگاهی رسانی و اطلاع رسانی شما شاید اتفاق شگرفی نیستید. صنعت رشد میکنه اما آگاهی اجتماعی رشد نمیکنه به نظر من تو این بخش. صنعت پورنوگرافی اصلا هیچ کمک چندانی به رشد آگاهی مردم نمیکنه و این رو شما اکثریت روانشناسا، روانپزشکا وقتی باشون صحبت کنید میگن اصلا منبعتون برای یادگیری سکس اصلا نباید پورنوگرافی باشه. اون یه چیز کاملا فانتزیه، تخیلیه، توی شرایط خاص داره اتفاق میفته. اون افراد هم آموزش دیده این کار هستن. بعد این رو نمیتونی با خودت، با آدم‌های معمولی نمیتونن این خودشون رو با اون مقایسه بکنن. این مقایسه که غلطیه. بعد میای سراغ خانواده ها، سراغ اشخاص، میبینی چالش هایی که توی زمینه سکس دارن با وجود این آزادی ها، با وجود این تنوع ها کاهش نداشت. این جاییه که به نظر من باید مقابلش ایستاد و گفت که اگر قرار باشه فقط منفعت برای گرداننده ها و سرمایه گذاران صنعت سکس باشه و مردم منفعتی نبرن از این قضیه و بیشتر آلوده بشن به این صنعت، تا جایی که خب اعتیادی که یه موقعی فقط منحصر به مواد مخدر بود، کلمه اعتیاد الان میگه خب طرف اعتیاد جنسی هم داره. اعتیاد جنسی اصلا اعتیاد به پورنوگرافی داره، یعنی باید هر روز فیلم های پورنو ببینه. شما توی این بخش نه به لحاظ درمانی بیمه ها کمکی میکنند، یعنی دولت مالیاتو داره میگیره، دولت آزادی داده، قانون گذاشته، مالیاتشو داره میگیره، اون صنعت هم بدون هیچ مانعی داره توسعه پیدا میکنه، درآمدش هم افزایش پیدا میکنه، ولی اون پوله نمیاد توی بخش آموزش و توی بخش درمان به اندازه کافی سرمایه گذاری بشه.
و شما باز میبینید که بسیاری از این مردم نسبت به یک رابطه 2 نفره و معمولی، رابطه دگر جنس ها، حالا در رابطه با سایر گرایشات جنسی هم نمیخوایم صحبت کنیم، رابطه زن و شوهرها، رابطه پارتنرها، ما هنوز مردم پر از سوالن و درک عمیقی نسبت به خود رابطه جنسی ندارن. خب پس این پول کجا رفته؟ این پول باز فقط در اومده و در انحصار یک گروه خاصی قرار میگیره. تازه این آمارهایی که در منتشر میشه به نظر من بخش کوچکی از واقعیت‌های صنعت سکسه. بخش زیادی از صنعت سکس به صورت غیر قانونیه، به صورت غیر مجازه و حتی زیر چتر حمایتی دولت‌ها داره اتفاق میفته. از قاچاق در واقع انسان گرفته، شما قاچاق دختران زیر سن قانونی و نمیدونم فاحشه‌خانه هایی که به صورت خیلی خاص دارن فعالیت میکنن، خدماتشون هم خاصه، سلبریتی ها و چهرهای مطرح دنیا و سیاستمدارا هستش. خب اینا اصلا کجا آمارشون وجود داره؟ به کجا دارن مالیات میدن؟ خیلی از اینها کاملا دارن غیر قانونی فعالیت میکنن، هیچ آماری هم ازشون وجود نداره. چندها چیزی که ما داریم آمارش رو میبینیم و قابل دسترسی، خب سایت های پورنوگرافی هستن، حالا تولید کنندگان اسباب بازی های در واقع سکسی هستن. اما اون بخش پنهان صنعت سکس چطور؟ اون رو هم بهش بیاید اضافه بکنید. ببینید چه صنعت بزرگیه و بزرگ شدن این صنعت، من باز تاکید میکنم، به نظر من بزرگ شدن این صنعت مهم نیست. آزادی که به مردم داده شده، آزادی که دولت‌ها به مردم دادن، قوانینی که اومده، هیچ اشکالی نداره. من میگم خب انسان دیگه، هر انسانی خودش میتونه تصمیم بگیره برای زندگیش، چه سبکی میخواد زندگی بکنه، با چه روشی میخواد نیازهای خودش رو برطرف بکنه. این مسئله شخصی هر نفره، ولی مشروط برای اینه که جامعه‌ای که ما داریم توی زندگی میکنیم، اون دولتی که در واقع داره اداره میکنه این جامعه رو، در قبال مسائل فرهنگی و آموزشی وظیفه داره، در قبال مسائل درمانی وظیفه داره. دولت ها الان همچنان خیلی هاشون روسپیگری رو به عنوان یک کار رسمی و قانونی نمیشناسن. از خود امریکا نمیشناسه. این همه تشکل هم در رابطه با کارگران جنسی شکل گرفته و اینها خب مشکلات درمانی دارن، چون اصلا شغلشون این بیمه‌ای براشون وجود نداره، داره غیر قانونی کار میکنه دیگه. چجوری میخواد بیمه رد کنه؟ چجوری میخواد مالیات رد کنه؟ اینا باعث میشه که یه سری بیماری های ناشناخته هم توسعه پیدا کنه. از اون طرف این صنعت توسعه پیدا میکنه، اما در کنارش خانواده ها تضعیف میشن، پایه و اساس خانواده ها از هم میپاشه. چرا؟ چون نمیایم به شیوه درستی آموزش های جنسی بدیم. حالا ما توی کشورهای اسلامی که وضعیت فاجعه بارتره، شما توی دنیای غرب باز بچه ها از همون دوران کودکی با موضوع در واقع سکس و آموزش های جنسی آشنا میشن و درصد آسیب پذیریشون خیلی کمتر از بچه هایی که تو کشورهای اسلامی دارن تربیت میشن. البته این به این معنی نیست که این طرف دنیا هیچ اتفاقی نمیفته و همه چی رو به راهه، خیر. و اینجا هم هنوز به اندازه‌ای که باید شاید اون آموزش ها وجود نداره.
من یه آمار دیگه باقی مونده، این رو هم بگم. یکی در رابطه با اسباب بازی های جنسی هست که حالا اون رو هم اومده حالا توی 2 بخش تعریف کرده. یکی ویبراتورها بودن و یکی هم آلات تناسلی لاستیکی که بیش از این هاست. الان شما خود وسایل جنسی که حالا صرفا هم نخواهیم اسمش رو بذاریم اسباب بازی، وسایل جنسی خب تعداد خیلی بیشتره. آماری هم که من دارم میدم از سایت استاتیستا هستش، میاد میگه که اندازه بازار اسباب بازی جنسی سال 2016 10 میلیارد دلار بوده، سال 2021 به 34 میلیارد دلار رسیده. این بیش از 3 برابر شده توی 5 سال. این تازه بخشی هست که کمترین درآمد رو نسبت به سایر ارکان صنعت سکس داره. یا بخش دیگه ایش که خب میگم اینها رو هیچ جا نمیاد جمع بزنه که بگه آقا کل این صنعت، من میگم اینقدر شاخه داره، باید بشینی یکی یکی شاخه ها رو سرچ کنی و ارزش بازارشون رو در بیاری. اندازه بازار لباس زیر زنانه، فقط اندازه بازار لباس زیر زنانه سکسی اروتیک در سال 2023 14 میلیارد دلار بوده، 14.72 میلیارد دلار بوده که پیش بینی کردن 2023 یعنی همین سال گذشته بوده 14.73 میلیارد دلار. سال 2003 پیش بینی کردن میرسه به 23.7 میلیارد دلار. سایت وریفیت مارکت ریپورتر آماریه که همین به تازگی همین امروز آپریل 2024 منتشر کرد. این پشت پرده کوچکی از اقتصاد پورن توی دنیاست. شاید بگید که خب جمهوری اسلامی شاید توی این بخش خیلی از این اقتصاد بهره نمیبره. جمهوری اسلامی شما فقط یه نکته ای رو در نظر بگیرید، سایر بخشش هیچ. دسترسی به تمامی خب سایت‌های خارجی تو ایران ممنوعه دیگه و فیلتر شکن شما داشته باشه. جمهوری اسلامی وقتی نمیتونه از سایت‌های خارجی درآمد داشته باشه، از اپلیکیشن‌ها درآمد داشته باشه، اومده فیلتر شکن گذاشته، فیلتر شکن میفروشه برای مردم. از طریق فیلتر شکن درآمدزایی میکنه. جمهوری اسلامی هم تو این قضیه سهیمه. خودش رو نتونسته وارد بازی بکنه، به این شکل وارد بازی شده. و از اون طرف میاد ممنوعیت میگذاره، هیچ قانونی تعریف نمیکنه، فحشا زیر پوست شهر گسترش پیدا میکنه. نه آمار درستی ازش وجود داره، نه آمار درستی از بیماری های ناشی از این موضوع وجود داره، نه خدمات درمانی وجود داره، نه حمایتی وجود داره. تنها راهکار چیه؟ یه مجلس میاد صبح تا شب درگیر اینن کل نمایندهاش، آقا باید ازدواج کنید، آقا 2 تا بیار، 3 تا بیار، 4 تا بیار. ما زمین میدیم، نمیدونم خونه میدیم، خودرو میدیم. 4 سال آقای رئیسی هم تمام شده، هیچ کدومش هم نداد. تشویق به ازدواج و فرزندآوری و اینها. و تبعاتش رو نمیخوایم در نظر بگیریم. من این آمار رو دادم بیشتر، شاید حالا برای خیلی جالب بوده باشه. من این آماری که دادم شاید باعث بشه بعضی بگن چه صنعت خوب و پولسازی، ما هم به یه شکلی ورود پیدا بکنیم.
آره از این از این دریچه هم میشه بهش نگاه کرد. اما میخوام بهتون بگم که این صنعت میتونه ریشه خیلی چیزها رو بسوزونه و از بین ببره به راحتی، مثل آب خوردن. این کار داره میکنه، چه باور بکنیم چه باور نکنیم. و اگر من باز میگم من کاملا مخالف اینم که ممنوعیتی گذاشته باشه. من میگم باید تمام دنیا بابت تمامی این گرایشات و تمایلات و ابزارها و وسایل و هر آنچه که هست آزاد باشه. اما ما باید به درستی با خود سکس آشنا بشیم. ما چون سکس رو نمیشناسیم و یه مسئله پیش پا افتاده‌ای بوده، از همون 100 سال پیش درگیر اینیم هنوز و این تو ذهنمون جا افتاده که خب 2 نفر میرن توی اتاق، در رو میبندن، پرده ها رو میکشن، 9 ماه بعدش هم لک لکه یه دونه دختر خوشگل یا پسر کاکل زری براشون میاره. سکس دیگه این نیست. سکس میلیون ها صفحه کار تحقیقاتی بابتش توی دنیا صورت گرفته. ما چقدرش رو رفتیم خوندیم مطالعه کردیم. بخش زیادی از پرونده های طلاق توی ایران و تمام دنیا به همین مسئله ساده پیش پا افتاده‌ای که کاملا هم تابوش کردیم مربوط میشه. طرف 20 ساله 30 ساله ازدواج کرده، عروس داره، داماد داره، هنوز نمیدونه سکس چیه. خیلی هنوز اورگاسم رو تجربه نکردن. منطقی به نظرتون یه همچین گردش مالی بالای 300 میلیارد دلاری بخواد توی صنعت سکس اتفاق بیفته، بعد یه عده‌ای توی جهان باشن که هنوز اورگاسم هم تجربه نکردن، 2 تا هم بچه دارن؟ این واقعا مسخره نیست؟ من فکر میکنم اون درآمده به درستی داره هزینه نمیشه. اون مالیاتی که دارن دولت‌ها میگیرن به درستی به جامعه بر نمیگرد. و از طرفی چرا نباید قانونی باشه؟ من میگم که اتفاقا بیایید قانونیش کنیم. تو امریکا هنوز قانونی نشده. توی امریکا، حالا من در رابطه با ایران اصلا صحبت نمی کنم، ایران اصلا هیچ، ایران رو از این گردونه من میذارم کنار. این توی دنیا هنوز دولت‌ها به رسمیت نشناختنش و همین که به رسمیت نمیشناسیش اصلا خودش میشه دردسر، خودش تبدیل میشه یه آسیب بزرگ به جامعه. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، الان من باز دوباره همین گزارش‌ها رو میخوندم، میاد میگه که خیلی از افرادی که وارد حرفه سکس میشن در هر بخشش، اینا بعد از یه مدتی خیلی هاشون به درآمدهای بالایی دست پیدا میکنن، اما این حرفه رو رها نمیکنن. این حرفه رو رها نمیکنن. یعنی بعد از اون طرف آمار میاد میده دلیل ورود به این حرفه چیه؟ میاد میگه بالاترین درصد ورود به ویژه خانوم ها، که عمدتاً هم داریم میگه خانوم های بی سرپرست، دخترهای جوان و کسایی که مسئولیت خانواده دارن، اینها بالاترین، فکر کنم 60% رو میخوندم، کسانی هستن که وارد در واقع کار روسپیگری میشن. بعد میگه خیلی از اینها بعد از چند سال درآمد خیلی بالایی هم دارن، اما
کار تحقیقات دیگر انجام دادن میگه که اینا حاضر نیستن این حرفه رو رها کنن. پس مسئله پول حل شده، میگه ولی عادت کردم، من دیگه چه شغل میتونم داشته باشم بعد از این؟ مثلا دیگه نمیتونم به شغل دیگه فکر کنم، من به این شغل عادت کردم. منی که زندگیم به این سبک بوده چطوری میتونم از فردا برم یه جا بشم کارمند یا بیام یه شغل دیگه رو راه اندازی بکنم؟ یکی از چالش های صنعت سکس همینه، کسانی که وارد این صنعت میشن بلکه میخوان رهاش بکنن هم نمیتونن رهاش کنن، چون به یه شغلی عادت کردن که دوندگی نداره، دردسر داره، مشکلات امنیتی داره، مشکلات روحی روانی داره. ولی وقتی ورود پیدا میکنن بعد و این چالش ها رو تو سالهای اول پشت سر میزنن، یعنی بود روانی و روحیشون سازگار میشه با این شغل و به درآمد قابل توجهی هم میرسن، بعد که میخواد رهاش کنه میگه خب من برم چیکار کنم؟ یکی اینکه دیگه اصلا کی حاضره با من زندگی کنه؟ اگه بخوام برم زندگی کنم، تشکیل خانواده بدم، من با اون پشتوانه شغلی، با اون سابقه، با اون مسائلی که به لحاظ روانی تجربه کردم، من خانواده برام معنی نمیده. بخوام برم شغل دیگه راه اندازی بکنم، دوباره اون شغل قبلی درگیرشم من. پس خیلی وارد میشن و خروجی نداره دوباره که رهاش کنم، پس طرف میمونه تو این حرف. این هم چیزیه که نادیده گرفته میشه. مثل کسانی که اعتیاد، یعنی سکس هم جز یکی از خطرناکترین اعتیاداست که شما اگر دوچاره شدی تا سالهای سال و شاید تا آخر عمرت درگیرش. و مثل خیلی از معتادهایی که به مواد مخدر معتادن و میدونن که خوب نیست، بده، مضره، اما بازم ادامهش میدن چون جایگزینی براش نداره. من یه مثال میزنم و یه مقایسه میخوام بکنم و این ویدیو رو تموم کنم. هر چیزی که توی تاریخ تبدیل به صنعت شده بخش زیادی از اون صنعتی شدن اگرچه به اقتصاد کمک کرده، اگرچه به اشتغال کمک کرده، اگرچه به سهولت و رفاه زندگی کمک کرده، اما به همون اندازه هم به سلامت زندگی آسیب زد. ساده ترین چیزی که جلوی چشم همه است، مواد غذایی. مواد غذایی چیز بدیه؟ این که دیگه نه اعتیاد داره، نه نمیدونم، نه مثل الکل، نه مثل مواد مخدره، نه مثل سکس. مواد غذایی دیگه نیاز داریم هر روز باید مصرف کنیم. تبدیل شد به صنعت، اما اینقدر در واقع توی فراوری ها موادی به کار برده شده که برای بدن مضر هست که میبینیم آسیبهاش بیشتر از مزایاش. برای سلامتی دارم صحبت میکنم. ولی از اون طرف باز صنایع غذایی تا این سالها به فکر افتادن که خب بیام بسته بندیم رو جوری بکنم که به طبیعت آسیب نزنه، بیام نمیدونم دنبال قندی باشم که آسیب کمتری به بدن بزنه، به جهت اینکه فعالیتشون قانونی رسمی، شروع کردن سرمایه گذاری بکنن تو بخش فرهنگ سازی غذا، سرمایه گذاری بکنن روی ورزش. اما شما نگاه کنید توی مصرف مواد مخدر و سکس چه سرمایه گذاری میکنن؟
اصلا همون مالیاتی که میدن کجا داره میره؟ توی جامعه به کار برده میشه برای فرهنگ سازی و آموزش؟ و چرا باید پنهان باشه؟ دنیای غرب خودش هنوز اون رو به رسمیت نشناخته. شما میاد میگه که ازدواج همجنسگراها آزاده، هر نوع تمایل جنسی آزاده، هر نوع گرایش جنسی آزاد، هر کار میخواین بکنید بکنید، شما محدودیتی تو این زمینه ندارید. ولی از اون ور آموزشی وجود نداره، درمانی وجود نداره. شما الان بزرگترین سایت های پورنوگرافی اصلا معروفن دیگه، یعنی یه شرکت، اون یه ابر شرکت اومده فعالیتش رو شروع کرده، بعد خودش میبینی چندین شاخه داره فعالیت اقتصادی میکنه. اون ابر شرکت اصلی هلدینگ در زمینه سکس، همه چی داره ارائه میکنه. بعد خب میخوای بگی که خب تویی که داری رسمی کار میکنی اصلا تو اون بخشش وظیفه اجتماعی هم دارن دیگه شرکت ها، اونو داری چی کار میکنه بابتش؟ یه مقدار اون صحبتایی که کردم شاید میگم خیلی ایدئالگرایانه است و تحققش به این سادگی و به این آسونی نیستش، ولی به نظر من جا داره که بهش فکر کنیم و همونطور که داریم موانع رو از پیش پا برمی‌داریم، آزادی ها رو داریم بیشتر میکنیم، ولی در عوضش آموزش رو هم بیشتر بکنیم، دانشمون رو هم بیشتر بکنیم و یک کلام سکس تبدیل به صنعت شد، تبدیل به رشته دانشگاهی شد، تبدیل به یکی از سودآورترین تجارت‌های جهان شد، اما هنوز میلیاردها نفر توی دنیا سکس درست رو بلد نیستن متاسفانه و این دردناکه. جذابترین چیزی که توی دنیا وجود داره و خدا به ما داده، شیرین ترین چیزی که تو خدا به ما داده، ما هنوز یادش نگرفتیم. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً سابسکرایب کنید منو، لایک و کامنت یادتون نره. امیدوارم بازم بتونم ویدیوهای آموزنده‌ای براتون تولید کنم. خدا نگهدار.